تالارهای این کتابخانه بزرگ شهر کولاب اکثر وقت ساکت و آرام است، با وجود آنکه هزاران کتاب بدیعی و علمی دارد. کتابخانه به نام استادینی پاکیزه و منظم است و کتابداران در صورت مراجعت کتاب لازمی را برایتان زود پیدا می کنند. اما اکثر وقت این کارمندان از نبودن مشتری دلگیر می شوند و کارهای مأموری کتابخانه را انجام می دهند. سید محمد حمیدوف مدیر کتابخانه می گوید از اهالی منطقه فقط 4000 نفر عضو کتابخانه هستند و اساساً دانشجویان که استادان آنها را به کتابخانه مجبور می کنند. در تمام این منطقه کولاب ولایتی ختلان 216 کتابخانه است و در خزینه‌شان تقریباً 1,040,000 کتاب دارند. اگر در میان اهالی 1.5 میلیون نفری منطقه کتاب‌های کتابخانه‌هایش را تقسیم کنیم به هر یک کتابی می‌رسد، ولی از این میان در سال گذشته فقط 10% اهالی به کتابخانه‌ها رفتند که مایه نگرانی جدی است. شماره خواننده‌هاشون باشن امروز 72,719 نفر رو در نیم ساله تشکیل میده. شماره آمدرفت خوانندگان 158,893 مراتب. مقامات میگویند نبود کتاب‌های نو به زبان مادری، اینترنت، کتاب‌های الکترونی و هم سست شدن فرهنگ کتابخوانی سبب اصلی خالی بودن تالارهای کتابخانه‌ها است. از بس که حفظ و نگهداشت کتابخانه‌ها از بودجه دولت پول زیاد می‌خواهد، حکومت کولاب سیاست صرفه‌جویی را پیش گرفته است و می‌خواهد با نسخه برداری کتاب‌ها کتابخانه الکترونی تأسیس داده از همین حساب صرفه‌جویی کند. در یک ماه حساب کنم ما قریب 100,000 مبلغ در ترکی نگاه کنیم. اگر یک کتابخانه الکترونیک کنیم 15-20,000 بس. تالارهای خالی خاصی کتابخانه به نام استادینی در کولاب نیست. به هر گوشه تاجیکستان که روید عین وضع را می‌بینید. رف‌های پر از کتاب کهنه و نو ولی مشتریان انگشت شمار. وضعی حزن‌انگیز که آن را نشانی بی‌پروایی به علم و دانش یک وسیله اساسی پیشرفت هر کشور در جهان می‌دانند.